سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. میریم سراغ اخبار AI. من یه بار دیگه مجددا راجع به اهمیت این اپیزودهای صحبتی بکنم. خب این اپیزودا خیلی به شخص برام خود من جذابه که در مورد اخبار AI صحبت بکنیم. مدل ها و ابزارهایی که توی هفته اخیر یا توی چند روز اخیر اومدن بیرون. اهمیتش هم توی ویدیو قبل بارها توضیح دادم، ولی از اونجایی که میدونم ممکنه که افراد زیادی ممکن جدید باشن و بخواین ویدیو رو ببینن، یه توضیح دوباره بدم. انقدر ابزارها و مدل ها زیاد شدن و در طول هفتگی و روزانه دارن معرفی میشن. شما برید داخل توییتر و یه اسکرول بکنید. کم تون صدامو آرومتر کنم. وقتی اسکرول میکنید میبینید که مثلا توی یه روز دو تا ابزار معرفی شدن که هر کدومش خیلی خفنه و زمانی که شما از اینا غافل بشید ممکنه که اون پرفورمنستون بیاد پایینتر، ولی اگه بدونید یه همچین ابزاری هست یه همچین کاری میتونید انجام بدید، خیلی کارتون راحت تر خواهد شد. هدف این اپیزودا هم همینه. در گام اول من خودم خیلی درگیر اخبار میکنم خودم و ببینم ابزار جدید چی اومدن که کار منو راحت تر کنم و در عین حال برای من خیلی جذاب بیام هم چیزایی به بقیه معرفی بکنم و ازش استفاده کنم. فرقم نداره مثلا شما برنامه نویسید، دیزاینرید، گرافیستید، مهندس عمرانید، هر چیزی میتونید باشه، هر تایتلی میتونید داشته باشید. و الان AI منحصر به بحث پروگرامینگ و برنامه‌نویسی نیست و ابزارهایی که معرفی میشه خیلی شاخه ها رو در بر میگیره. این گام اول در مورد اهمیت این اپیزودها که فکر میکنم خیلی میتونه جالب و با ارزش باشه. اگر هم وقت ندارید مثلا کامل بشین ببینید، اسکریپت و ویدیو رو با این پلاگین ها در بیارید و خلاصش رو گوش بدید و ببینید که ابزارهایی که توی هر ویدیو معرفی میشه به چه دردتون میخوره. خب وقت من تلف نمیکنم، بریم سراغ توضیحاتی که میخوام بدم. خبری که اومد این هفته معرفی یه سری مدل ها، یه سری پریویو بود از مدل های جدید جی پی تی که از دیگه زدن تو کار کهکشان و منظومه شمسی و اینا. سه تا مدل معرفی شده جی پی تی. اولا که خب بیس مدلشون 5.6 و سه تا مدل سول، ترا و لونا. امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم. سول که یعنی همون سولار دیگه، سولار سیستم میشه منظومه شمسی، که خب خفن ترینش هم همون سوله. دونه دونه هم حالا توضیح داده. هر کدومشون مختص به یه کاری هن و حالا پلن هاشون هم مشخصه. من بیام پایین تر. این میشه پلن هاشون. فلگشیپشون همون سوله که قیمتش هم نوشته، به ازای 1,000,000 آوتپوت $30، اینپوت $5 و ترا لونا خب ارزون تر میشه. نوشته flagship model for ambitious agentic work. خب سولار قیمتش هم بهتر بالاتره برای کار ایجنتیکه. ترا یکم بالانس تره برای حالا کارهای روزمره، یکم هم افیشنت تره برای این موضوع از لحاظ هزینه ای. لونا نوشته که افوردبل، یعنی بهینه است، از لحاظ هزینه مناسبه و برای کارهای با حجم بالا جوابگوه که خب ارزون ترینش هم هست. اینا اومده بیرون. خب یه سری چیزا هم بود، مثلا اینجا نوشته for now at the request for US government. این بحث محدودیت دولت ها، مثلا حالا دولت آمریکا که بحث فیبل 5 بود از دسترس خارج شد و محدود شد. این قضیه تو اخبار اخیرام که میخوندید برای بحث جی پی تی هم مطرح بود و گفته شد که بیرون اومدن مدل های جی پی تی باید مرحله به مرحله باشه. خب این مرحله به مرحله بودنش هم به این معنی که نظارت باید روشون انجام بشه. گفته شده بود که حالا بحث سایبر سکیوریتی خیلی میتونه های ریسک باشه توی این مدل ها که بتونن نفوذ بکنن به سیستم های مختلف. واسه همین این پله پله بیرون اومدنش به خاطر نظارت دولت در واقع. پس این در واقع مدل هاییه که توی هفته های اخیر احتمالاً چیز باشه، در دسترس باشه و بشه ازشون استفاده کرد. اینا پلناش هم حالا نمیدونم چجوریه، چون هنوز چیزی ازش نیومده. شما داخل پرایسینگ جی پی تی هم که اوپن ای هم که برید، هنوز اینا رو نذاشتن. حالا نمیدونم با پلن پلاس پرو یا جدا باید اینا رو شما بگیرید، این هنوز چیزی ازش نیومده بیرون. یه سری
بنچمارک هم دادن که خب همیشه وقتی که بحث معرفی مدل میشه بنچمارک ها هم میان در کنارش. میگه که آقا توی تسکایی که بحث پلنینگ، ایتریشن یعنی تکرار و اصلاح، مدل ها ایتریشن زیادی دارن داخل خودشون، یعنی مدام اون تسک، اون کاری که داره انجام میشه تکرار میشه و اون تکرار همراه با اصلاحه. و بحث تول کوردینیشن یعنی شما بیاین به اون در واقع مدلتون ابزارهای جداگونه ای رو هم کانکت بکنید و از اونها هم جداگونه استفاده بکنید. حالا این ابزارها چیزهای مختلفی میتونن باشن، پلاگین های مختلفی میتونن باشن، در واقع حالا ترد پارتی های مختلفی میتونید وصل بکنید بهشون. و این داستان رو اومده کردنش توی بنچمارک، گفته که آقا جی پی تی 5.6 سول توی این بحث نسبت به مدل های دیگه خیلی خوب ظاهر شده. حتی اینجا چیزی که نوشته یه دونه ورژن اولترا داره، یه دونه ورژن ساده داره که اولترا از همش خفن تره، بعد میتوس 5، بعد ترا، فیبل 5 و همینطور اومده پایین که تست شده روی ورک فلو هایی که همون که بهتون گفتم پلنینگ و ایتریشن و تول کوردینیشن دارن. دیگه بیایم پایین تر، دوباره اومده راجع به بحث سایبر سکیوریتی صحبت کرده. این حالا یه بنچمارک دیگه هم هست توی تبایی که گذاشتم، یه جای دیگه هست، یه بنچمارک هست مختص بحث سایبر سکیوریتی که اومده سنجیده که این مدل های جدید جی پی تی توی بحث سایبر سکیوریتی چقدر خوب عمل میکنن. و خب اینجا داره به همین موضوع اشاره میکنه. گفته که مثلا Long Horizon Security Task مثل Vulnerability Research یعنی تحقیقاتی در مورد سیستم های آسیب پذیر که توی اونا خیلی خوب اومدن ظاهر شدن مدل ها. و حالا توضیحات دیگه که میتونید راجبش بخونید، مثلا راجع به بحث جی پی هاشون صحبت کرده، تعدادش و حجم جی پی هایی که وجود داره. اوکی، این یه خبر بود. یه خبر دیگه اومد، علی بابا یه مدل داده به اسم ون استریمر، حالا اگه درست بگم. این کارش چیه؟ میاد ریل تایم هم از لحاظ تصویر، هم ویدیو و هم صدا، به صورت ریل تایم شما میتونید با یه ایجنت، با یه حالا هر چی اسمشو میذارید بتونید صحبت کنید. من ویدیوشو میذارم. You've been kind of quiet lately. Everything okay? Yeah, just really tired. Want to talk about it? Maybe, but slowly. That's okay. You don't have to have the perfect explanation. Thanks. That actually helps. Tired weird or life weird? A bit of both. That's a این مثل یه پرامپت دیگه براش مشخص کرده. وایس و سینش هم گفته که آقا یه شخصی باشه داخل یه ماشین و صداش حالت خسته باشه و یه خانومی یه زنی باشه و داره صحبت میکنه. از این دست مدل ها خب میاد بیرون، زیادم میاد بیرون، ولی هر کدوم مزایای خودشونو دارن و اینکه ببینید توی چه کاری این همچین چیزی به استفاده خواهد شد و چه بیزنس پلنی راجع به همچین موضوعی میشه ریخت. و حالا این هم جالب بود. rough combo. ادامهش میاد صحبت Yeah, میکنه، it is. جواب میده و حالا صحبت های دیگه. بحث بعدی اینا رو خب سریع ازش میگذرم که بریم سراغ بحث بعدی. اینه که گفتیم یه خبری اومد، یه آماری اومده در مورد استفاده از مدلایی که داخل اوپن روتر هست و گفته که توی جون 2026 نسبت به جون 2025 که یک سال پیش میشه دقیقاً، استفاده از مدل‌های چینی بسیار بیشتر شده نسبت به مدل‌های آمریکایی، مثل حالا آنتروپیک و حالا پرووایدرهایی مثل آنتروپیک، اوپن ای آی، گوگل و نسبت به دیپسیک و شیائومی و در واقع پرووایدرهای چینی که مدل‌های مختلفی دادن و خیلی هم این چند وقت سر صدا کردن. بیشترشون هم GLM بود، مدل GLM که خیلی خیلی توی خیلی از کارها یه جورایی برابری می‌کرد با فیبل 5 از آنتروپیک. از لحاظ هزینه بسیار بسیار بهینه تره و بسیار مناسب تره و از لحاظ انجام تسک هم کم نداره چیزی از فیبل.
خیلی این چند وقت کلا سرسره کرد. یکی GLM 5.2، یکی کیمی 2.7. این دوتا رو حتما راجبشون یه تحقیق بکنید، بخونید، استفاده هم میتونید ازشون بکنید. حالا اگه داخل اکوسیستم اوپن روتر هستید میتونید از همین مدل ها استفاده بکنید. خیلی از لحاظ هزینه به صرفه ترن، پر میلیون خیلی از لحاظ هزینه ای میتونن برای شما بهینه تر باشه. این هم خیلی آمار جالبیه. پیش بینی هم میشد واقعیتش این موضوع. حالا خیلی از لحاظ تجارت جی پی یو و بحثای دیگه پارسال خیلی بحث میشد که آقا انویدیا، حالا اونایی که جی پی یو میسازن، قوانین سفت و سخت‌تری براشون وضع خواهد شد که تجارتی با مثلا کشوری مثل چین نداشته باشن، به خاطر حالا بحث توسعه مدل ها و خب به تبع نیازمندی به این جی پی یو ها. ولی خب میبینیم که چین به جای رسیده که زیاد حالا خودشو لنگ کشور دیگه نمیکنه از لحاظ جی پی یو و موارد دیگه. و آمار چیزی که داره میگه به نفع آمریکا خوب پیش نمیره. طبق چیزی که دارید میبینید الان این خط توسی رنگ استفاده از مدل چینی اینجا نوشته دیگه. این زرد یو اس، اینا هم که داره دیگه حالا مدل های دیگه ای که جای دیگه توسعه داده شده. این خبر خیلی مهمیه. میگم قابل پیش بینی هم بود همچین چیزی. همون تایمی که دیپسیک اومد بیرون خیلی هم میگفتن که آقا چین شوخی بردار نیست توی بحث AI. و هر چقدر هم از اون تایم گذشت دیدیم که این موضوع تحقق پیدا کرد و از اون طرف هم محدودیت ها روی مدل های آمریکایی بیشتر شد از لحاظ دولتی. حالا باید ببینیم که چی میشه توی هفته های آینده، ماهای آینده، ببینیم که مسیر به کجا میره. و که من فکر میکنم این توصیه بزرگتر هم خواهد شد. یعنی یه چیز واضحیه به نظر من. خبر بعدی خبر مهمی هم بود. یه AI چیپ طراحی کردن اوپن AI به همراه برودکام. اومدن اولین AI چیپیه که اوپن AI طراحی کرده. رفتن توی بحث اینفراستراکچر که قاعدتا با این کارم میکردن. و اینجا سامانتمن رو میبینید که داره رونمایی میکنه از این موضوع. من چون زیاد توی بحث چیپا اطلاعات زیادی ندارم، فقط سعی میکنم که خود تایتل خبر رو بگم ازش رد شم. ولی خب به نظر من خبر مهمیه، چون که آینده بحث AI که یکی از کمپانی های قول AI هم اوپن AI که میتونه توی این موضوع خبر مهمی باشه. خبر بعدی یه مدل OCR اومده بیرون که OCR هم تسک های زیادی رو شما میتونید باش تعریف بکنید. OCR به صورت خلاصه بخوام بهتون بگم، شما میتونید محتوای یک در واقع داکیومنت رو که حالا به صورت دست نوشته بیشتر حالا هست در بیارید و بدید به این مدل. حالا به صورت عکس باشه هر چیزی بدید به مدل و محتویات داخلش رو استخراج بکنه و به شما برگردونه. خب این پروسه OCR مدل های OCR زیادی هست. مثلا میسترال یادم که OCR خیلی خوبی داشت. این الان بایدو AI که اینم چینی هست فکر میکنم، اومده که یه مدل طراحی کرده، یه OCR به صورت کلی 3 میلیارد پارامتر داره و 500 میلیونشون در آنها واحد اکتیویتر. این داره از معماری MOE یا میکسچر اف اکسپرت استفاده میکنه که قبلا توی فکر میکنم ویدیوی معرفی دیپسیک توضیح راجع به MOE دادم. خب MOE بحث مهمیه. میکسچر اف اکسپرت زمانی که یه سری مدل ها که از این معماری تبعیت میکنن، مثلا تصور کنیم مدل 50 میلیارد پارامتر داره و زمانی که بخواید از مدل استفاده کنیم، به جای اینکه اون تعداد زیاد پارامتر رو ریل تایم آماده به کار داشته باشی که خب از لحاظ ریسورس و موارد دیگه باعث میشه که هزینه بره بالا، میاد در آن واحد به جای 50 میلیارد مثلا 3 میلیاردش یا حتی کمتر رو در واقع اکتیو داره و از اونها استفاده میکنه. و بسته به نوع تسک، بسته به نوع کانتکسی که میگیره مدل، میاد
در واقع تصور بکنید که یه مدل خیلی بزرگه، داخل خودش تعداد زیادی مدل های کوچیک‌تر داره و بسته به نوع کانتکست میاد اون مدل کوچولوها رو فعال میکنه. این از لحاظ هزینه‌ای، چه از لحاظ جی پی یو و چه از لحاظ پروسس، خیلی میتونه مدل رو بهینه‌تر بکنه. و خب بحث امایی خیلی جاها دیگه الان استفاده میشه، مثل این مدل اوسیاری که دارید میبینید. یکم راجع به استراکچرش و کارکردش هم اینجا توضیح داده، یه عکس هم اینجا گذاشته، میتونید برید راجعش بخونید. ولی جالبه دیگه، مثلا راجع بحث ویندو اتنشن صحبت کرده که میتونیم حالا جداگونه ویدیو راجع به اینا بسازیم و صحبت کنیم راجبش. اگر دوست داشته باشید میتونیم جدا راجع به اینا صحبت کنیم. بحث بعدی این همین چیزه بود که گفتم، چی بهش میگم، بنچمارکی بهتون گفتم، سایبر جیم، که میاد بحث سایبر سکیوریتی رو در نظر میگیره. یه مدلی هم حالا اومده، نمیدونم در دسترس عموم هست یا نه، GPT 5.5 سایبر برای بحث سایبر سکیوریتی. اینکه توی بنچمارک ها میبینید که اینجا بالاتر از همه قرار گرفته نسبت به میتوس و حالا چیزای دیگه. این میتوس بنده خدا اصلا نیومد که بخواد چیز، فقط توی بحث بنچمارک ها بود. و خیلی هم جالبه، از زمانی که میتوس و حالا فیبل به خاطر بحث سایبر سکیوریتی و حالا موارد دیگه محدود شدن، این بنچمارک های سایبر سکیوریتی و مقایسه مدل ها با میتوس رو زیاد میبینید. خیلی این اتفاق بارها میفته، قبلا بارها افتاده. زمانی که یه خبری میاد صدر اخبار، بقیه مدل ها و بقیه اخبار میتونن حول محور اون بچرخن. که حالا یه سری توضیحات داده و گفته که همین راجع به همین جی پی تی 5.5 سایبر صحبت کرد. یه دونه پلاگین اومده برای بحث کلاد کد، کودکس و اوپن کد به اسم Understand Anything. میاد چیکار میکنه؟ کد بیس شما رو میخونه و این نالج بیس ازش در میاره. این نالج بیس رو بارها شما دیگه وقتی بخواید از این ابزار استفاده بکنید، نیازی نیست که شما کد بیس رو بهش بدید یا یه سری کار پیچیده بکنید که از اون کد بیس شما اطلاع داشته باشه. این پلاگین کارش اینه، کل کد بیس رو میخونه، میکنتش توی نالج بیس و در ادامه شما میتونید از این نالج بیس استفاده بکنید. واسه کسایی که با این ابزار کار کردن خیلی خیلی میتونه مفید باشه و به نظر من اینجور پلاگین ها الان دارن زیاد میان. حالا یه سری پلاگین ها روتینگ انجام میدن بین مدل ها و حالا یه سری پلاگین ها مثل این هم خیلی میتونن کارا بنداز باشن. و اینجا مثلا گفته که آقا شما وقتی باید از پلاگین استفاده بکنید، قبلا شما وقتی کد بیس رو آنالیز میکرد براتون، میومد استراکچر کد بیس رو بهتون میگفت، میگم آقا دایرکتوری شما اینجوریه، فلان دایرکتوریت ای پی آی هاته، نمیدونم ایناته. این داره میگه که آقا با جزئیات میاد توضیح میده کد بیس رو به شما و اگر بخواید در ادامه منشن بکنید کد بیستون رو، با این ابزار خیلی خوب میتونید این کار رو انجام بدید. اسمش هم Understand Anything. یه چیزی هم اینجا گذاشته، ویدیویی هم هست، میتونید برید ببینید. ابزار جدید پرپلکسیتی به اسم کامپیوتر فور کانسل معرفی شده. برای میگه که آقا میاد شما رو وصل میکنه به یه سری ریسرچ دیتابیس ها، داکیومنت ها و مواردی که خیلی تاکید داشته روی لایر ها، یعنی روی وکیل ها علاوه بحث قانونی و اینا، دیتابیس های این چنینی. خود پرپلکسیتی من خیلی از فکر کنم 2 سال پیش که اومد بیرون و خیلی سرچ محور بود، کلا ابزاری بود که تقریبا میتونم بگم بعد از اوپن ای، بعد از جی پی تی و اینا اومد بیرون و من خیلی دوستش داشتم، چون اختصاصی روی بحث سرچ کار میکنه، هنوزم همینجوره. ولی ابزاری که معرفی کنه ابزاری جذابی هم به نظر. اینجا هم چیزی باحالی معرفی کرده و اومده اون سورس هایی هم که وجود داشتن نوشته، لگال زوم و فکر کنم بیشتر روی بحثای لگال و وکالت و اینجور چیزاست. این هم میتونه جالب باشه. این بر همین میگم هر فیلدی که کار میکنید یه سری ابزار داره معرفی میشه و در آینده خیلی هم بیشتر خواهد شد. اینا دونه دونه شما اگه بدونید
خیلی به کارتون میاد، وحشتناک به کارتون میاد و ندونستنش هم باعث میشه که خیلی عقب بیفتید. بریم سراغ بعدی. اینجا هم فکر کنم یه چیز اومده، واقعا پلاگین روی کرسر که میتونید شما از نوشن برید تسکاتون رو در بیارید و مستقیم اساین کنید به کرسر و داخل اون اجراشون بگیرید، حالا کار بکنید روشون. این هم جالبه، حالا برای کسی که نوشن کار میکنن. تو ایران زیاد کسی نوشن کار نمیکنه، یعنی استفاده از نوشن اونقدر مرسوم نیست، ولی خب به صورت کلی بد نیست که اینم بدونید. یه دونه ابزار جدید اومده به اسم جن سپارک دیزاین که با کلاد اوپس 4 و 7 کار میکنه، توی بحث دیزاین کار میکنه. نوشته from rough idea to professional design no design background needed. میگه که آقا شما یه ایده ساده که داشته باشید، خشک و بدون هیچ دیتیلی اگه داشته باشید، اون رو میتونید به یه دیزاین حرفه‌ای تبدیل کنید بدون اینکه بک‌گراندی از بحث دیزاین داشته باشید. برای بحث یو آی خیلی کاربرد داره. اینجا مثلا دارم میخونم، میگه که فیگما فایل هاتون رو میتونید آپلود کنید و از اونها استفاده کنید و یه دیزاین درست حسابی در بیارید. یه ویدیو هم داره، بذارید ویدیوشو بذارم اگه لود کنه. ویدیو هم کوالیتیش خوبه ولی من موزیکش رو قطع کنم. اون ویدیو قبلی من سر موزیک کپی رایت خوردم، حالا بدون موزیک ببینیم دیگه. از این ابزار زیاد اومدن. یه ابزار دیگه هم بود توی ویدیو قبلی معرفی کردم، پالمیر، یه همچین اسمی داشت. توی بحث ادیت ویدیو بود که به عنوان کانکتر شما وصلش میکرد به کلاد و میتونستید که ویدیوهاتون رو ادیت بکنید. یه محیطی مثلا ادوبی پریمیر در نظر بگیرید، میومد براتون کات ها رو انجام میداد، همه کارهای مختلف رو انجام میداد، اصلاح رنگ انجام میداد و کار اینجوری. این ابزارها هم خیلی دارن زیاد میشن و به نظرم حتی اگر به کارتون هم نمیاد و توی این حوزه دیزاین اینا ممکنه فعالیت داشته باشید، یه نگاهش بندازید، تو گوشه ذهنتون داشته باشید. و اومده مثلا یه پروداکت اینجا ساخته، یه ویدیو دمو هم میخواد ازش بسازه، کاری که خیلی مرسومه توی ساخت پروداکت. شما یه پروتوتایپی از اون پروداکتتون میسازید، یه ویدیو دمویی یا یه ورژن دمویی ازش میسازید و همه اینا رو اومده گفته که شما میتونید دیزاینش رو به این جن اسپارک دیزاین بسپرید و استفاده کنید. این هم یه ابزار جالب دیگه ای بود که معرفی شده بود. یه هارنس اومده به اسم هرمس. هرمس خیلی این هفته سر و صدا کرد تو این حالا یکی دو هفته اخیر. خیلی خیلی جالبه، ابزار خیلی جذابی در اختیارتون قرار میده. اینجا اومده راجع به لرن در واقع قابلیت لرنش صحبت کرده که شما میتونید یه سری سورس بهش بدید و از اینا بتونه اسکیل در بیاره، اسکیل بکشه بیرون و از اون اسکیل ها بتونید توی اون تسکتون استفاده بکنید. چند تا هارنسه که من به شخص خیلی دوستشون دارم. یکی هرمسه، یکی فکتوری ای آیه که اگه اشتباه نکنم از کمپانی دین یا همچین اسمی بود، حالا میرسیم بهش. فکتوری و هرمس دو تا هارنس خیلی خفنن و به نظر من قابلیت های به شدت خوبی رو در اختیار شما قرار میدن. فکر کنم توی ویدیو قبلی بود که هم هرمس رو من توضیح دادم راجبش، هم فکتوری ای آی بود. اگه ندیدید ببینید. همون موقع هم که اومده بودن فیچرهای جذابی داشتن. مثلا خودم فکتوری ای یه فیچر جذابی که داشت، فیچر روتینگش بود که ویدیو قبلی توضیح دادم. فیچر روتینگ میاد بر اساس تسکی که بهش میدید مدل ها رو انتخاب میکنه و بر اساس همون تسک مدل رو و اساس در کاری که میخواد انجام بده از فلان مدل استفاده میکنه. و یکی از مشکلاتی که وجود داره چه توی کدکس چه توی کلاد کد، اینه که مثلا شما در نظر بگیرید یه سشن باز کردید، داره براتون کد میزنه کلاد کد.
زمانی که توکن های شما وسط اون سشن تموم میشه، کلا دیگه شما باید اون سشن رو بیخیالش بشید، حتی اگر ساعت ها روی اون سشن وقت گذاشته شده باشه، چه حالا کلاد کوچه در واقع هارنس های دیگه. و این فکتوریه یه ویژگی که داره، میاد سویچ میکنه روی یه مدل دیگه و سشن رو در واقع ترمینیت نمیکنه، اینجوری بهتون میگم. این خیلی ویژگی جذابی، خیلی توی کار به کار برنامه‌نویس میاد. هرمس هم به همین شکله. اینم حالا شما میتونید برید، فکر کنم همین باشه چیزش، نمیدونم توییترشون کجاست، من روی همین معمولا اخبار هرمس رو دیدم. یه دونه فیچر برای کلاد اومد بیرون به اسم کلاد تگ. کلاد تگ توی بحث حالا کار تیمی خیلی به کار میاد، که توی اسلک هم نوشته شما میتونید ازش استفاده بکنید. اینجوری که شما تسک رو میتونید اساین بکنید و اونجا با استفاده کلاد تگ بتونید تسک ها رو انجام بدید و توی پروژه های تیمی هم از کلاد استفاده بکنید. این هم فیچر جالبیه که توی هفته اخیر معرفی شد. Here, we have a team about a week out from shipping a product. So, what's going on in engineering? Drew heard. من قطع میکنم صدا رو دوباره داستان نشه. خب اسلک اونایی که استفاده کردن میدونن دیگه، کد تیم میاد اونجا، حالا تسکا اونجا تعریف میشه و راجبش صحبت میشه و اینجا کلاد رو به عنوان یه ممبر اومده توی اسلک اضافه شده و کارها رو داره انجام میده. یه دونه حالا جلوتر هم که بریم، توی جیرا هم اومدن از کلاد استفاده کردن، اون توضیحش میدم. یه خبر خیلی مهم دیگه هم که اومد، ساکانا فیوجو بود. فکر کنم فوجو درسته. ساکانا فوجو یه ارکستریشن ژاپنیه که معرفی شده با فیچرها و قابلیت‌های مختلف. به چه شکل عمل میکنه؟ اینا خب مدل نیستن دیگه که به تنهایی بگیم حالا مدل ساکانا فوجو مدل نیست، یه ارکستریشن سیستمه که در واقع میاد از مدل‌های مختلف استفاده میکنه و تسک ها رو به صورت هوشمندانه پخش میکنه بین مدل‌های مختلف. یه ویدیو باید جداگونه بسازم راجع به تفاوت بین مثلا هارنس، پروکسی، ارکستریشن سیستم، IDE، اینا تفاوتش رو باید بهتون بگم. یه تفاوت ریزی با هم دیگه دارن و راجبشون میشه صحبت کرد. خود این هم اگه برید داخل سایتش، اینجا نوشته دیگه، پلن هاشو گذاشته، خود آرکتکچرشو گذاشته، یه سری پیپر اینجا گذاشته که میاد راجع به کارکرد این ارکستریشن صحبت میکنه. توی 2 تا نسخه فوجو اولترا و فوجو اومده بیرون. اینجا بنچمارک هاست طبق معمول، هر مدل یا هر ابزاری که معرفی میشه معمولا بنچمارک هاشو توی صفحهشون قرار میدن. این هم به همین شکل. کسی پلناش هم گذاشته دیگه، استاندارد و پرو مکس، که میتونید اگر که خواستید اینجا سابسکریپشن پلناش رو ببینید و استفاده کنید. مولتی ایجنت سیستمه و این بیزنس هم خیلی زیاد شدن، یعنی مولتی ایجنت سیستم هم خیلی با فیچرهای جذابی میان و اون هماهنگی بین مدل های حالا فرانتیر رو انجام میدن. این هم از این همون که بهتون گفتم، شما میتونید از کلاد کد توی کلاد ایجنت در واقع توی جیرا استفاده بکنید، تسک اونجا اساین میشن و کلاد میتونه اونا رو برداره و براتون انجام بده، که قطعا اینا استفاده خواهد شد، خیلی زیاد هم استفاده خواهد شد داخل تیم ها، حالا چه الان چه چند ماه آینده، و اینا رو بدونید حتما. یه دونه فیچر جدید داخل حالا بحث پرپلکسیتی معرفی کرده به اسم برین. نوشته که یک مموری سیستم continuously learning memory system، میگه هر تسکی که شما روی کامپیوترتون انجام میدید و این در واقع توی مموری ذخیره میکنه و هر زمان که خواستید شما
تسک جدید رام بکنید، این میاد از اون برینه استفاده میکنه. حالا میتونید بسته به کاربردش ازش استفاده بکنید. بریم سراغ، خب اینو من میخواستم توضیح بدم در مورد آرکیتکچر کلاد کده، ولی خب نمیرسم توی این ویدیو اصلا راجبش صحبت بکنم. این حالا بحث لوپ انجینیرینگ هم داخلش خیلی زیاده و صحبت کرده. ترجیح میدم اینو بذارم یه ویدیوی دیگه راجبش بسازم. بحث باحالیه، خیلی بحث تکنیکاله، من خیلی دوست دارم همچین چیزی بسازم راجبش، همچین ویدیوی راجبش بسازم. میخواستم حالا توی این چیز توضیحش بدم، ولی خب نمیرسم، اصلا نمیگنجه داخل این ویدیو بخوام راجبش صحبت بکنم. در مورد خود معماری کلاد کد و در واقع صحبت از لوپ انجینیرینگ خیلی داخلش کرده که توی فکر کنم 2 تا یا 3 تا ویدیو قبلی یه توضیح مختصر راجع به لوپ انجینیرینگ دادم، ولی خب خیلی تخصصی تر میتونیم راجبش توی ویدیو دیگه صحبت بکنیم. این GLM 5.2 که بهتون گفتم خیلی مدل پر سر و صدایی بوده. حالا آنسلوت اومده ورژن کوانتایز شدهش رو هم براتون قرار داده. این کمپانی آنسلوت کارش اینه که مدل های مختلف اوپن سورس رو در واقع میاد به صورت کوانتایز شده براتون قرار میده. کوانتایزیشن هم بحث خیلی گنده ایه. به صورت خلاصه بخوام بهتون بگم اینجوریه که تعداد پارامترهایی که مثلا یه مدل داره، مثلا یه مدل 100 میلیارد پارامتر داره، ورژن کوانتایز شدهش ممکنه که به 5 میلیارد پارامتر کوانتایز شده باشه، کوچیک شده باشه و تا حدودی، نمیگم کامل، تا حدودی با حفظ اون پرفورمنسش برای انجام تسک های مختلف. این پروسه رو کوانتایزیشن بهش میگن که اصلا بحث کوانتایزیشن خیلی بحث بزرگیه. اینکه با چه الگوریتم های کوانتایزیشن انجام میدن خودش خیلی بحث تخصصیه که اصلا خیلی خیلی بحث بزرگیه. ولی چیزی که حالا توضیح داده شده، گفته که آقا از این ورژن کوانتایز شده GLM 52 میتونید روی یک در واقع مثلا اینجا نوشته روی مک 256 گیگ استوریج داشته باشه و روی ویرم یا هم رمش بتونید لوکال اجرا بگیرید. خب هر چقدر شما جی پی یو و سی پی یو بهتری داشته باشید میتونید در واقع از این مدل ها به صورت لوکال استفاده بهتری بکنید. این لوکال مدل ها هم خب بحث خیلی مهمیه. اخیرا خیلی راجبش صحبت میشه که ما بیایم و خیلی از مدل ها رو به صورت لوکال به خاطر استفاده و نیازمون ازشون استفاده بکنیم. خیلی از شرکت ها به خاطر قوانین پرایوسی که راجع به دیتای مشتریاشون وجود داره میان از مدل های لوکال استفاده میکنن و خب اون بحث جدای خیلی از موارد باید در نظر گرفته بشه و جدیدا خیلی باب شده این موضوع. این هم فکتوریه که بهتون گفتم یه در واقع فیچر اضافه کرده که داخل خود فکتوری AI شما میتونید، اسم فیچرش اتوویکیه، در مورد هر فریم ورک، هر ابزاری که توی بحث پروگرامینگ شما میتونید استفاده بکنید، مثلا ریاکت، نکست جی اس، کوبرنتیز، هر کدوم از اینا بخواید شما استفاده داخل پروژهتون بکنید، یه داکیومنتی رو براتون قرار داده و شما میتونید هر کدوم این داکیومنت ها رو به کد بیستون وصل بکنید و با آنالیز کردن چیزهای مختلف از اینا استفاده بکنید. خب این خیلی فیچر جذابه، خیلی باحاله به نظر من که شما به جای اینکه از بیرون خودمون اکوسیستم بخواید یه چیزی رو در بیارید و حالا داکیومنتاشو بخونید، بعد بدید به حالا اسکیلش بکنید، حالا هر کار دیگه میخواید انجام بدید، این داخل خود اکوسیستمش یه همچین داکیومنت هایی رو قرار داده. خیلی به نظر میتونه جالب باشه. و یه دونه پلاگین کودکس داده به اسم Build iOS Apps. از این پلاگین میتونید استفاده بکنید و اپ های iOS رو روی بستر کودکس بسازید. این هم بسیار میتونه کاربردی باشه. استفاده از این پلاگین برای حالا کسایی که دیولپر iOS هن، حالا سویفت کار میکنن یا هر چیز دیگه ای، از این استفاده بکنن و پروژه های خودشون رو پیش ببرند، اپ های خودشون رو بسازن. دیگه دارم
خاموش میشم آخر ویدیو. اینم به نظرم ابزار جالبی بود. سعی کردم خبرها و ابزارهایی که مهمتر بودن رو بذارم. خودتون میبینید دیگه، خودش 10-15 تا تب شده، وگرنه خیلی بیشتر از اینا بود. میتونم بگم شاید 30-40 تا تب میشد اگه من میخواستم همه رو توضیح بدم، ولی فکر میکنم تا همینقدر کافیه. چیزی رو شما از دست ندادید، اینا رو بدونید به نظرم میتونه بهتون کمک بکنه. چند دقیقه شد؟ 35 دقیقه. خوبه، 35 دقیقه هم بد نیست. باز هم من سعی میکنم ویدیو رو کوتاه‌تر بکنم، ولی واقعا نمیشه. خیلی سعی کردم سریع بگم و بگذرم از روش. هدفم هم یه بار دیگه میگم، گفتم قبلا، صرفا یه کیورد و یه سری مسیر بهتون بدم. نمیخوام راجع به جزئیات هر کدوم از اینو صحبت کنم. شما کیوردو که بگیرید خودتون برید و بسته به نیازتون اون ابزار رو یاد بگیرید یا راجبش تحقیق بیشتری بکنید. امیدوارم که ویدیو به درتون خورده باشه. حالا سعی میکنم که تا هفته آینده اخبار بیشتری رو پوشش بدم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. دمتون گرم تا اینجا دیدید. اگر دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید و کارهای اینجوری. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا.